اشتباهات گرامری همچنان ادامه دارن. توی این ویدیو درس نهم رو با هم بررسی می‌کنیم. Grammar Part 2. به این جمله توجه کنید. درسته که ما از have to برای بیان مقررات و الزامات و کارهایی که باید انجام بدیم استفاده می‌کنیم. اما don't have to به معنی نباید نیست. پس اگر بخوایم بگیم نباید تو گالری عکس بگیری، این ترجمه غلطه. If you don't have to do something, you can choose whether you want to do it or not. Don't have to زمانی استفاده میشه که بخوایم بگیم مجبور نیستی کاری رو انجام بدی. میتونی انتخاب کنی که انجامش بدی یا نه. مثلا You don't have to come if you don't want to. اگر بخوایم بگیم کاری رو نباید انجام بدی، از must not یا همون mustn't و cannot یا همون can't استفاده میکنیم. You mustn't take photos in the gallery یا You can't take photos in the gallery. اشتباه این جمله کجاست؟ خب خیلی ساده است. ما بعد از modal verb ها که must هم یکیشونه همیشه از حالت ساده فعل استفاده می کنیم. Must plus base form of the verb. پس آوردن to بعد از must غلطه. به جاش باید بگیم I must go home soon. این جمله غلطه یا درست؟ وقتی yesterday رو توی جمله داریم یعنی جمله مربوط به گذشته است. در حالی که must برای زمان حال و آینده استفاده میشه. همین باعث میشه جملمون غلط بشه. The past of must is had to. برای صحبت از گذشته به جای must از had to استفاده میکنیم. یعنی شکل درست جمله میشه I had to go to the doctors yesterday. گزینه درست رو انتخاب کنید. That جای خالی be Richard. He is in America. Can't. That can't be Richard. He is in America. حالا چرا؟ Mustn't means that something is forbidden. وقتی میخوایم بگیم چیزی ممنوعه و نباید انجامش داد، از mustn't استفاده میکنیم. If something is not possible, use can't. اگر بخوایم بگیم چیزی ممکن نیست، باید can't رو در جمله به کار ببریم. توی این جمله هم چون میدونیم ریچارد آمریکاست، پس مطمئنیم که ممکن نیست این آدم ریچارد باشه. That can't be Richard. بعد از can't هم فعل به صورت ساده میاد. فرض کنید رفتید مهمونی و ازتون میپرسن نوشیدنی چی میل دارید؟ چنین جمله‌ای غلطه. حالا چرا؟ چون وقتی از like به شکل حال ساده استفاده میکنیم یعنی داریم درباره چیزی که دوست داریم به صورت کلی حرف میزنیم. پس جمله I like some fruit juice یعنی من آب میوه دوست دارم. شنونده حس میکنه دارید یک فکت راجع به خودتون بهش میگید و ممکنه بگه Really? How nice. اما شکل درستش چیه؟ When offering or asking for something now, we use would like. اگر بخوایم چیزی درخواست کنیم از would like استفاده میکنیم. I would like some fruit juice please. یا I'd like some fruit juice please. البته برای پیشنهاد دادن هم میتونیم would like رو به کار ببریم. Would you like a piece of cake too? این جمله رو به انگلیسی ترجمه کنید. امروز ترجیح میدم پیاده روی کنم. این ترجمه مشکل داره. دلیلش چیه؟ prefer هم مثل like میمونه. اگر به صورت حال ساده در جمله استفادهش کنیم یعنی داریم در مورد چیزهایی حرف میزنیم که به صورت کلی ترجیح میدیم. I prefer means always, generally. For one particular decision, use would prefer. پس اگر بخوایم در مورد یک موضوع بخصوص که ترجیح همون لحظمونه صحبت کنیم باید از would prefer استفاده کنیم. I would prefer to walk today یا I'd prefer to walk today.
خوبه این نکته رو هم راجع به فعل prefer بدونیم که چیزی رو به چیز دیگه ای ترجیح دادن این شکلی گفته نمیشه. When you are comparing two things with prefer, use to. باید از حرف اضافه to براش استفاده کنیم. I prefer milk to cream. یه نکته دیگه هم این که معمولا در مکالمات روزمره I'd rather جایگزین I'd prefer میشه. یعنی به جای I'd prefer to walk today میتونیم بگیم I'd rather walk today. حواستون باشه بعد از would rather فعل به صورت ساده میاد. stop فعلیه که بعدش هم میتونیم فعل دوم رو با ing بیاریم مثل stop sleeping، هم با to stop to sleep. با این حساب این جمله باید درست باشه. اما این جمله از نظر معنایی درست نیست. چرا؟ چون وقتی stop با to میاد معنیش با زمانی که با ing میاد متفاوته. وقتی استاپ رو با تو میاریم که بخوایم بگیم کاری رو متوقف کردیم تا کار دیگه ای رو انجام بدیم. مثلا I stopped to say hi. داشتم راه میرفتم اما وایسادم که سلام کنم. اما تو جمله اول منظورمون این نبود که رئیسمون گفته باید از کار کردن دست بکشی تا بخوابی. میخواستیم بگیم رئیسمون گفته باید از خوابیدن موقع کار دست بکشی. وقتی میخوایم بگیم انجام کاری رو متوقف کن یا کاری رو دیگه انجام نده، از stop به همراه فعل با ing استفاده میکنیم. یعنی میشه My boss told me I must stop sleeping at work. پس حواستون باشه با اینکه stop هم با to میاد هم با ing معانی متفاوتی به جمله میده و نباید اینها رو به جای همدیگه استفاده کرد. کدوم یکی از این جملات درسته؟ I remembered to lock the door و I remembered locking the door. هر دوی این جملات درستن اما معانی متفاوتی دارن. وقتی میگیم I remembered to lock the door یعنی در رو قفل نکرده بودم و یهو یادم افتاد که برم در رو قفل کنم و الان دارم میگم که یادم افتاد برم در رو قفل کنم. پس remember to do something یعنی یادت بیفته کاری رو انجام بدی. اما معنی این جمله چیه؟ I remembered locking the door. این جمله یعنی یادم افتاد که در رو قفل کردم. یعنی قبلا در رو قفل کرده بودم و اون صحنه قفل کردن در رو به خاطر آوردم. پس if you remember doing something, you have a picture in mind of the time when you did it. از remember doing something زمانی استفاده می کنیم که بخوایم بگیم یادم اومد یه کاری رو انجام داده بودم. حواستون باشه اینا رو جابجا استفاده نکنید. تفاوت این دو جمله چیه؟ Try to drink herbal tea و try drinking herbal tea. وقتی از try to do something استفاده می کنیم که بخوایم بگیم تلاش کن کاری رو انجام بدی. If you try to do something, you attempt to succeed in doing it. تو جمله try to drink herbal tea مفهوم جمله اینه که مثلا تو از دمنوش متنفری و نمیتونی بهش لب بزنی و من دارم بهت میگم سعی کن دمنوش بخوری. تلاش کن که بتونی این کار رو انجام بدی. اما جمله try drinking herbal tea معنای متفاوتی داره. If you try doing something, you do it in order to find out if it is enjoyable or if it works out. وقتی میخوایم بگیم چیزی رو امتحان کن که حالا ببینی خوشت میاد، به دردت میخوره یا برات کار میکنه یا نه، از try doing something استفاده میکنیم. مثلا اومدی به من میگی خیلی سردرد دارم. منم بهت میگم دمنوش خوردن رو امتحان کن. یعنی تستش کن، شاید کمکت کرد و سردردت خوب شد. Try drinking herbal tea. استفاده درست از ing یا to میتونه سردرگم کننده باشه. پس بیایید چند تا نکته مهم در این باره رو با هم مرور کنیم. اول اینکه هر جا حرف اضافه یا همون preposition داشته باشیم بعد از اون فعل به صورت ing فرم میاد.
حرف اضافه ها چیا هستن؟ مثلا in, on, at, by, with, for, from و غیره. چند تا جمله مثال هم بشنویم. She's interested in starting her own business. Interested in starting. They apologized for being late. Apologized for being. I'm working on improving my English. Working on improving. همونطور که میبینید تو تمامی این جملات بعد از حرف اضافه فعل به صورت gerund یا همون ing فرم اومده. نکته بعدی این که هر جا صفت یا همون adjective داشته باشیم و بخوایم بعدش از یک فعل استفاده کنیم، فعل باید به صورت infinitive یا همراه با to بیاد. برای مثال I'm very happy to see you. Happy to see. Happy یک صفته و بعد از اون فعل همراه با to اومده. چند مثال دیگه هم بشنویم. They were excited to visit the amusement park. Excited to visit. He was proud to receive the award. Proud to receive. She is eager to learn new skills. Eager to learn. پس یادتون باشه که بعد از صفت فعل همراه با to میاد. در نهایت یه سری فعل ها هم هستن که همیشه بعد از اونها فعل بعدی به صورت gerund یا ing فرم میاد. مثل enjoy. I enjoy swimming in the sea. Finish. They finished painting the house last week. Keep. I keep thinking about him. و خیلی فعل های دیگه. Admit, avoid, practice, imagine, mind و غیره. در مقابل فعل هایی هم هستن که همیشه بعد از اونها فعل به صورت infinitive یعنی همون همراه با to میاد. برای مثال promise. I promised to help him. Plan. We are planning to travel to Europe. Decide. They decided to get married. و خیلی فعل‌های دیگه‌ای مثل want, need, hope, agree, offer و غیره. حالا به نظر شما بعد از فعل consider فعل دوم همراه با ing میاد یا to؟ کدوم گزینه درسته؟ A. Consider to sell the house. B. Consider selling the house. گزینه درست رو تو کامنت ها برام بنویسید. اینم از درس نهم. مثل همیشه با لایک کردن این ویدیو به هم انرژی بدید و اگر این ویدیو براتون مفید بود تو کامنت ها به هم بگید چون از خوندنشون خیلی خوشحال میشم. اگر هم این ویدیو رو از یوتیوب میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ویدیوی بعدی درس 10 Grammar Part 3.